الله خود. حدیث مقصدش امی بوده، لیکن مسئله دیگه از پیشش ثابت شد. این چی بود؟ یادم خو کلمه را گفت که کفر بود. عبد خو خودش هست، رب الله هست. ای الله را میگه تو بندیم هستی، من ربی توستم، لیکن قصدن از دل نگفته، از دست زیاد خوشحالی خطا شده، کلمه را برعکس گفته. الله تعالی نمیگیرش، هم عفو میکنش. کلمه کفر است. این دلیل خصوصی است که یک کسی کلمه کفر بگوید قصد قلبش نباشه، عمل کفر انجام بده قصد قلبش نباشه، الله مؤاخذه نمیکنه. وقتی که الله مؤاخذه نمیکنه، تو جناب چی تو رو را کافر میگی؟ تو جناب چرا جهنم برش واجب میدانی؟ تو جناب برش آلی چی میگی که زنت از پیش طلاق شده؟ هرگاه یک کسی را یک عمل کفریش میبینی یا سخن کفریش میشنوی، دستی جرأت نکن که تو کافر شدی. دستی جرأت نکن. فتوای کفر گپی عادی نیست. دیدی؟ موانع را دیدی؟ چقدر موانع وجود داره که یک آدم کی کافر گفته میتونیم. ماستیم یک روز فقط در اخبار آیت شنیدیم، از تلویزیون شنیدیم، در تفسیر خود ما دیدیم، خلاص دیگه مفتی جور شدیم. نوشته کن فلان کافر، فلان کافر، فلان کافر، فلان مرتد، فلان 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 فلان. فقط تو را الله موظف کرده به می خاطر که اینی کارا را بکن. و این گپا را کلش کی میکنه؟ که خدا منسوب به منهج سلف ها میکنه. مردم میگه که ای منهج سلف، هیچ چی قسم منهج سلف است؟ یک نفر نمانده کلگی را مرتد و کافر گفته. تو فهمیدی؟ معلومات داشتی؟ تو را والله قسم معلومات داشتی که کسی را کافر کی بگویم؟ دین ایره نمیگه که فقط تو یک حدیث و یک آیت شنیده خیر و خلاص مطابق از او فیصله کرده رایستی. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میآید که ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه. الله متعال نمیکشه علم همونطور که از سینه مردم بکشه، لیکن الله علم که قبض میکنه به قبض علما، علمای ماهر، علمایی که معلومات داره، علمایی که تقوا داره، علمایی که درباری نیست، علمایی که پشت مادیات نمیره، علمایی که نعوذ بالله فقط برای اخذ سند خود سلفی خود دعوا میکنه، لیکن میره در دامن او کسایی که صحابه لعن میگه، طعن میگه، از تکمیل قرآن منکر است، برای از او زانوی شاگردی میزنه. او طور علما را ما نمیگیم. او علما نه، علما پیشش نه معیار است، نه تابعداری پیغمبر معتبر است، نه عزت و احترام صحابه معتبر است، هیچ کدامش نیست. او علما را ما نمیگیم. علمایی که واقعا پابند کتاب الله و سنت رسول الله باشه، معلومات داشته باشه، مطالعه داشته باشه، جمع بکنه، نصوص جمع بکنه، اونی طور علما را الله قبض میکنه. خود به خود در رأس کی قرار میگیره؟ جهال قرار میگیره. سنت بدعت میگه، بدعت سنت میگه. امروز ببینی تلویزیون و رادیوها را چی میگه؟ نوروز آمده رایسته، نوروز، عید زردشتیا، عید مجوسیا، به نامهای مختلف دنیای کفر سری ملت کار کرده رایسته. این عید، این عنعنات باستانی و نیاکانی چند هزار ساله ماست. به کدام عنوان تو را فریب میده؟ او مسلمان، تو پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هستی. بله، به خاطر امی گپا ملای ناملا میخیزه، امی گپا را تایید میکنه. ما او را ملا نمیگیم، اون ملا نیست. پیش از او دین اهمیت نداره، پیش از او دین ارزش نداره. با پیش اون ملاهایی که فقط متاع دنیا، منزلت دنیا، نعوذ بالله موقف دنیا ارزش داره، و هم دین. در پیش روش لعن به معاویه گفته میشه، و پیش روش لعنت به غاصبین که ابوبکر و عمر میگه برش گفته میشه، و این برش نشسته است خندگه کام میکنه. مدینه بری از پیش سوال بکنه. خدا سلام دیگر از بازین جمعه رفع الیدین میکنه. دروغ نگو منافق، تو قدر رفع الیدین کی میدانی؟ پیش تو کی حیثیت داشت؟ بان که از گشنگی بموری، در یک پهنتون قبول نشوی، هیچ تو را استاد نگیره. بان که پیش الله سند باشه که یا الله به خاطر از این که به موقف سلف خود قایم بودم، چاپلوسی
طاغوتا را نکردم، من همینطور گشنه رفتم از دنیا. وان که سند برات باشه در روز قیامت هم اینقدر گردن بلند بخیزی، برات معلوم شوه پیش الله متعال، الله سند قائم کنه سری تو. چرا خود باختیم؟ چرا خود نعوذ بالله از به یک نماز خلاص نمیشه؟ میره یاد داشته باشه که به یک نماز تو خلاص میشه. ایست که امام هستی، مردم هم احترامت میکنه، ولی مواقف دین بشناسی، مرزای دین بشناسی، ارزش دین بشناسی، حیثیت دین بشناسی. اینی طور علمایی که واقعا از قرآن و حدیث پیروی میکنه باز باقی نمیمانه، باز جهال میباشه، فتوا میده، خودم گمراه مردمم گمراه کده رو ایسته. چرا به قبرها سجده میشه؟ جنده سخی کی بالا کرده؟ در کدام دین، در کدام مذهب، در کدام جای آمده؟ اصلی ریشه از